زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه مبعوث شد، در بین کفار مکه زنادقه وجود داشت. زنادقه علما میگن از جمله زنادقه عقبه ابن ابی معیط بود، ابی ابن خلف بود، ولید ابن مغیره بود، عاصی ابن وائل بود. عاصی ابن وائل یا زندیقا بودن، به هیچ عقیده نداشتن. از این جهت به رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور تمسخر گفتن که لن نؤمن لک، ما هرگز به تو ایمان نمیاریم محمد، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، تا زمانی که از اطراف مکه مکرمه از هر وادی و از هر گوشش چشمه آب و ما روان کنی، در حالی که در مکه مکرمه جز آب زمزم دیگه آب وجود نداشت. حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یا از برای تو باغ باشه، باغ از خورما باشه که او در سرزمینای گرم میشه، از انگور باشه که او در سرزمینای سرد سیر میشه، با در بینشم تو نهرای آب داشته باشی که ما در او چکر بزنیم، ما بخوریم، تو هم بخوری، ما این پیغمبری تو را چه کنیم؟ تو عقیده داری که آسمون میشاره و آسمون میفته، او تسقط علینا السماء، که تو بندازی آسمون در بالای ما، مثل که تو گمون داری. با خنده میکنن ای آسمون پرچه کو پرتش در بالای ما، یا ای که خدا را به ما بر، تو میگوی خداست، خدا را به ما بر، تو میگوی ملائکه از ملائکه را به ما بر، رو یارو بر خدا و ملائکه شد. تو خود میگوی که خدا از و ملائکه سوی آسمون میشاره. او یکون لک بیت من زخرف، یا ای که برای تو یک خونه باشه، خونه طلایی، دیوالایش هم از طلا، سقفش هم از طلا، دروازهش هم از طلا، زینه پایهایش هم از طلا. پیغمبر خداستی، میگوی پیغمبر خداستم که آسمان و زمین پیدا کرده، غریب میگردی، فقیر میگردی. او ترقاف السما، یایی که تو بلند بروید آسمان، زینه را ایجا نست کو زینه را ما ببینیم که تو پایه میرید آسمان، بالا میشید آسمان. تو خود ادعا داری که من آسمان ها رفته بودم پس اومده بودم، نه، قبول نیست. ولن نؤمن لرقینک، ما خود قبول نداریم، ایمان نداریم بالا رفتن تو را که تو میگوی من میراج رفته بودم باز اومده، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه، تا زمانی که تو یک کتاب به ما بیاری از پیش خدا، دعوت نامه بیاری بر هر یک، به هر یک ما دعوت نامه بیاری، کتاب بیاری، با اسلوب عربی بیاری که ما بخونیم او را. این مردم بود زندیق جواب نداره. خب ای که ملا بلند میشه میراب میگه فلان آدم زندیق است، او در امریکاست یا در لندن است، خودت میشرمونی، او دیگه سرت تمسخر میکنه، زورت هم به او نمیرسد، در دسترست هم نیست. الله به پیغمبرش گفت بگو برشون که سبحان ربی، پاک از ربم، پاک از عاجزی، ربم قادر است به هر یکی چیزی که میطلبی. سبحان ربی. ولی خودم ال کنتو الا بشر رسولا، نیستم مگر پیغمبر هستم، بشر هستم پیغمبر. بشر اگر پیغمبر هم شوه به این چیزا دسترسی نداره،
بشر اگه پیغمبرم باشه این چیزا در توانش نیست. در توان پیغمبری نیست. پیغمبر که در آسمان برای سر به خود بدونی که ملک او رو ببره. در توان پیغمبری نیست که او باغ داشته باشه از انگور و خرما. در توانش این نیست که آسمان پرچه کنه سر کسی بندازه. در توانش نیست. سبحان ربی الکنت الا بشر.